خب سلام علیکم بچه‌ها. این درسی دهمیم است، یعنی درسی آخرانیم است. اویدی برنامه HTML. ما در اینجا یک عملی دیگر رو گفتم میگذاریم. خب در این درس ما چی کار میکنیم؟ در این درس ما همین کارها رو اجرا میکنیم. خب کاری که ما در این درس میکنیم گذاشتن ویدیو و آودیو. چقدر که ما پیشتر در جا دیده گذاشتیم سیلکش هم میمونیم، چریز همون سیلکه در همون سایت اساسی همون کار میکرد. در این درس ما در همین سایت خودمان ویدیو و آودیو میمونیم. برای در سایت خودمان ویدیو و آودیو موندن من خب وارد میشویم به همون جایی که کد مینویسندیم. یک حجت نو میکشویم، حجت نو سخنید میکنیم و با نامی مدیا HTML نمی حجت مدیا میمونیم برای که با خودمان آسان تر شود. در جا فقط همون سراغه های همون را میمونیم. مدیا HTML سخنید میکنیم. حجت مدیا HTML ما در جا چقدر که میمونیم وقت پیدا شد و یا پاپکای دیگه هم میسازیم و در داخل او بایدو را میمونیم با یک تا بایدو یک تا ویدیو. نو فتونده چند تا بایدو چند تا ویدیو که مختوم باشه. ما از این شخصا درجه همین یک تا بایدو یک تا ویدیو گرفتم موندگیم برای نمونه برای شما نشون دادم. تموم. خب با ایندکس آمده اینها رو من میگیرم، کپی هم میکنیم. خب با اینجا میگذارانیم یاش میستم روی خطی ویدیو درس و خب اینها میستم. بالاترین آموزشی سامانه را کمتر سامانه آموزشی رو حلش میکنم. مدیا فایل ها مینویسنم. خب تاجیکی مدیا فایل ها مدیا فایل ها. من اکنون در این قسمت پایانی بودگیش با من در کار نیست توضیح میکنم. هر این ها در کار نیستم. خب در اینجا مینویسیم در این در صحیفه در این صحیفه او مدیا فایل رو میگذاریم. مدیا فایل ها رو میگذاریم. تمام. این تگ رو این تگ هم که با من دیگه در کار نیست رو باش میکنم. همین بود. این تگ سخنید میکنیم برای سنجش و اینجا میگذاریم. خب در این صحیفه مدیا فایل ها رو میگذاریم. تمام. دیگر یگان چی نداریم. من اکنون برمیگردیم به این چیزایی که داشتیم. دو تا میگیریم علاماتی که داشتیم. چخیل اونها رو ما یکم از آودیو سر میکنم، یعنی ویدیو آواز بخشش از موسیقی که داریم از همون سر میکنیم. از کدام تگ هایی موافق نامشون یعنی آودیو استفاده برده میشود. خب منتونیم آودیو در اینش باشد تگ آودیو رو با همون اصول پیشتر محکم میکنیم. آودیو. خب کجا محکم کردیم. انا اینجا با دقت باشد ما اینها رو کشاده محکم میکنیم. در همین تگ یکمی که آودیو که نویسندیم رنگی رسمی که مینویسیم SRK سراغه رو در این هم همون گونه مینویسیم SRK و برابری مینویسیم مدیا دیگه. خب نخنک رو میکشیم. دراب میمونیم. نامی باید رو میمونیم که نامی بایدی ما چی بود. نامی باید رو باید به خطا وارد کنیم که گم نکنیم. کپی رواتش میکنیم.
این میمونیم. خب با خنک میگیریم، نامی باید رو خنک هم میپوشیم. بعد از این منویسیم کنترلز. خب کنترلز برای چی درکار است؟ برای اون درکار است که باید همون رو در اونجا مثال خوند. اگر ما کنترلز رو ننویسیم باید ما رو در اینجا نمیخوند. خب چکار که میبینید چی نیست؟ ما یک بار صفحه رو ابنایتش میتیم، حالا که این ببینیم باید ما چند قدر درازی دارد موسیقی ما نشون میدهد. خب این بود طرز گزارشی. چون آودیو اکنون با ویدیو میگذاریم. ویدیو را با چنین اصول میمونیم. پایان میخواندیم. ویدیو را با تک های خودی ویدیو میمونیم. ویدیو. خب در این نشان مینویسیم ویدیو. باز همون تک های پیشینه SK برابر. خب مدیا نخونک هم میپوشم درابا میمونیم. ناکن نامی ویدیو فایل ما کمتر درازه. خب شما میتونیم نامی ویدیو فایل تون آلیش کنیم، یکون چیزی خورتر مونیم بیاریم چند قدره. نامی ویدیو فایل که ما در جای گرفتم، نامی ویدیو فایل ما در جا میمونیم. خب نخونک دا میگیریم دیوشون. tamam. Operatör kontrol seki darıca navigation dedim. Bura ay saraka menüsünün kontrol. Hazır بعد ay tagyon video faylımı paylaşacağım. Nalaka çıkıl ki memnun az baraş paylaş. Şu بعدم ki razmir şaliş kad az injo. Fikrimin برای من بعد این تگی به ار نگذاشتم. تگی به ار میمونیم. صفحانید و ابنالید. از تگی اون پایدا شد. آبان اکی ویدیو فایلم رو پخش میکنیم. Yine خب این بود درسی آخرانی ما درباره HTML. اگر یکان خواهشو باشه، یکان فکر اطلاع های دیگه تون داشته باشن، معلومات خبر رسان کنین با درباره شون یکان چی میگویم. با این بود 10 درسی HTML با همین جمع بست میکنم تا درس های آینده سلامت و سر بلند باشید. نظم این حیاتم چون هر وقت با شما بود انیمیشن.